این سفر یعنی هم دیدار است و هم سیاحت. بله درست شد. قسمت ما شد که اولین قطار دوشنبه تاشکند رو هم سوار بشیم، یعنی یک اتفاق تاریخی گویا در روابط تاجیکستان و ازبکستان. درسته؟ در 30 سال استقلالیت اولین باره که نصیب ما هم شد که تو اولین به اصطلاح قطاری که داره میره از دوشنبه میره تاشکند، ما هم سوار بر همین قطار باشیم و یه اتفاق تاریخی رو هم ما یادم تو خاطرمون بمونه. این تو اولین چیز بود، اولین قطار ما هم مسافر بود. شما چند روز میمونید در ازبکستان؟ یا که با همین خط سیر گشته و دوشنبه میروید؟ احتمالاً برگشتمون با این قطار باشه، نه هفته بعد، احتمالاً 2 هفته بعد. آره میخوام اگه شو 2 هفته رو باشیم سمرقند و بخارا. شما از سمرقند و بخارا یاد کردید، تصورات شما از سمرقند و بخارا چی هست؟ در سیمای سمرقند و بخارا چی رو میبینید؟ اگر بخوام از تاریخ خودمون بگم و تاریخ تاجیکستان بگم که گذشتم خب یکیه، تاریخمون یکیه. میشه گفت سمرقند و بخارا پاره های تن مادر، مام وطن و هر ایرانی، هر تاجیکی دوست داره که در این دو شهر باشه، مدتی رو به سیر سیاحت بگذرونه. اینا شناسنامه‌های ما، گذشته ما. همون جور که دوست من که الان میخوام برم، ایشون بخارا رفته بود و وقتی از دوستم پرسیده بود از کجایی، گفته بود که من ایرانیم. بعد ایشون هم پرسیده بود که از اون اهل بخاراییه پرسیده بود که شما کجایی، گفته منم ایرانیم، من مال بخارای ایران. و این لذت این جمله به اندازه خوندن چندین کتاب تاریخ اصالت حفظ شده خوشبختانه. کار به مرزهای سیاسی نداریم، شاید امروز جزء ازبکستان باشه، ما هم احترام می‌ذاریم به تصمیماتی که هست، ولی زبان هنوز ارتباطات ما رو نگه داشته، دوست داریم بریم اینجا و گنجینه‌ای از فرهنگ ما هنوز در بخارا و سمرقند هستش. در تخیط این سخنهای شما در همین قطاری که ما روانیم در ایستگاه سمرقند، از یک کسی پرسیدم که شما کجایی هستید؟ گفت من ایرانی های بخارایم. 1 ساعت نشده است. بعد پرسیدم چرا ایرانی؟ تاجیک نه؟ این تاجیک و ایرانی یکی است. فقط این مهاجرای ایران در منطقه امروزه ایران که چند 100 سال پیش هجرت کردن با بخارا، با همین لقب یا با همین نام ایرانی، اما هیچ فرقیت بینشان نیست. چند روزه در سمرقند و بخارا میمونید؟ ما 14 روز که ویزامون هست در ازبکستان باشیم، یعنی سمرقند و بخارا هم 10 روزه باشیم. برنامه چی هست؟ خب ما باید بریم دو شهری که میگم شناسنامه به اصطلاح و هویت ملی ما هم هستن، بریم آثار فرهنگیش و موزه‌هاش و مردمش رو و آرامگاه بزرگانش رو، مشاهیرش رو از نزدیک ببینیم. من همیشه اینا رو تو کتابا خوندم، قسمت شده یه بار مکه مشرف شدم، آنچه به چشم میدیدم و عیان میدیدم خیلی زنده تر و گویاتر بود از چیزی که در کتاب‌ها خونده بودم. و همین خاطر میخوام ان شاءالله دوباره اینجا هم تجدید همون اتفاق بشه و آنچه در کتاب‌ها خوندم، کتاب‌های تاریخ جهانگشا، تاریخ بخارا و اینا، حالا بریم اونجا به صورت عینی و بصری هم ان شاءالله ببینیم. قسمت شده که الان داره اتفاق میفته. ان شاءالله قسمت همه دوستان این بشه که بعدها این کلیپ رو هم می‌بینن، همشون ان شاءالله از نزدیک بخارای شریف و سمرقند رو هم زیارت. سمرقند سیقل روی زمین است، بخارا مرکز اسلام و دین است. افتخارات مشترک ما هستند. حتی سمرقند و بخارا مال مشترک بشریت هست. فرزندای سمرقند و بخارا از طول 1000 ساله ها به بشریت خدمت کردند و خوشبختانه که اون پاره جدا نشونده فرهنگ ما هست. این که گفتید 2 سال در تاجیکستان ماموریت دارید، برداشتتون از تاجیکستان چی هست و چی ویژگی‌هایی رو شما در تاجیکستان کشف کردید؟ مخصوصا در همین سمتی که ما دارای یک فرهنگ مشترکیم، دارای یک زبان هستیم، یک دین هستیم و یک افتخارات بزرگ تاریخی.
این دوشنبه یک باغ شهره از دید من، یک باغ شهر زیبا که چشم نوازه برای هر سیاح و توریستی که بیاد. این در ظاهره و اگر کسی مدتی بمونه در اون با مردمش زندگی بکنه و فرهنگ زیبای مردمش رو که یادآور گذشته. من تو موبایلم یه قسمتی دارم کلمات تاجیکی، ما خیلی از این کلمات تو شعرمون امروزی جور دیگه معنی میکنیم، ولی بعد مثلا میایم الان اینجا من دیدم این کلمه با همون معنی قدیمش کاربرد داره، یعنی میفهمم معنی شعر چیز دیگری بوده. بله. خیلی لذت بخشه وقتی شما یک کلمه ای رو کشف میکنید با یک معنی قدیمش. همین امروز همین همسایه‌های بغلی یک کلمه ای رو کودک رو مثلا با هم صحبت می‌کردیم. کودک مثلا تو کشور من دیگه زیر 6 ساله، ولی شما الان کودک رو 6 8 سال پایه مثلا 6م 7م صنف 6م 7م هم توش میگید کودک، درسته؟ ما الان یعنی معنی نوجوانه تو متون ما معنی نوجوان میده، ولی امروز ما اون رو به معنی خردسال میکنه. این کشف اینا توی تاجیکستان یک گنجینه است. یعنی شما کسی میخواد متون سنتی ما رو خوب درک بکنه و بفهمه، حتما بیاد مدتی رو زندگی کنه در تاجیکستان. یعنی شما با همین عقیده راضیید که زبان فارسی تازه تر از دیگر منطقه‌های حوزه زبان فارسی در تاجیکستان مانده است. دقیقاً. ببینید شما مثل یک جزیره بکر که فریز شده، این از زمانی که زبان، ببینید دولت‌ها اومدن رفتن، معمولاً خط تاثیرات حکومتی میگیره و باعث میشه که مثلا دستوری تغییر پیدا کنه. اتفاقا در تاجیکستان افتاده، ولی در زبان و گفتار مردم نمیشه دستور داد. به همین خاطر گفتار حفظ شده و زبان، حالا شما میگید تاجیکی یا میگید فارسی فرق نمیکنه، اسما مهم نیستن. بله. این شما یعنی وقتی با مردم تاجیکستان صحبت میکنید انگار 600 700 سال قبل با اون مردم داری صحبت میکنه. حفظ شده زبان و ما از این بابت شاید بگیم که باید خدا رو شاکر باشیم. وقتی در خیابان‌های شما رد میشم میبینم که در مغازه ها دارن سرود ایرانی گوش میدن، در تاکسی‌هاتون سوار میشم دارن این اصلا هم این بهترین در ایران سرودهای تاجیکی گوش میکنن. ببینید یک بخش فرهنگی ما بزرگان ادبی شما در کتابمون میخونیم. مثلا خانم رخسار رو ما شعرش رو داریم، عبید رجب که شعر زیبایی رو داره که باور نمی‌کنم که این شیوه دریه تو چون دود میرود باور نمی‌کنم. این شعر در کتاب‌های فارسی، بله ما تاجیکان رو در کتاب‌های فارسی می‌خونیم به عنوان بخش فرامرزی فارسی زبان‌ها. نه ما حالا خیلی شاید شناختی نداشته باشیم با تاجیکان، این اندازه که بیایم زندگی کنیم و من چون خودم در این 2 سالی که بودم فهمیدم که بسیار بسیار ما به هم نزدیک، بسیار نزدیکیم. این واقعیت است، ولی در تاجیکستان مثلا شاید 99% دانند که مثلا ایرانی ها هم زبانی ما یک فرهنگ، ولی در ایران همین خیلی است. من باور ندارم که شاید 50% دانند که در دنیا کشوری با نام تاجیکستان با گویش فارسی وجود دارد. چی هست علت؟ ببینید من یک بخش سوال شما رو خواهم که شاید نپذیرم که چون فرمودید شاید 50%، شما گفتید 90% تاجیکان اعتقاد دارن، شاید کمترش ایرانی‌ها شناخت دارن. ببینید ما بخشی که تحصیلات نکرده باشن تو ایران، بله شاید تاجیکستان رو نشناسن، ولی بخش تحصیل کرده ما چون در کتاب‌های درسیشون تاجیکستان هست، شعر تاجیکی هست، بخصوص از زمانی که فضای مجازی هم زیاد شده، گسترش پیدا کرده که خیلی زیاد، یعنی من بعید میدونم الان که، البته همیشه اتفاق وجود داره، از مثلا 100 تا ایرانی ما 90 تا بپرسیم تاجیکستان رو میشناسیم. شاید. بله میشناسه. نه این رو خاطر جمعم، من در ایران زندگی کردم، یعنی شما الانم توی فضای مجازی هستن کانال ایرانی، خیلی تاجیکستانی که صحبتش میشه اتفاقا با یک قبطه و قصه ای ازش یاد میکنن، یعنی یک حسرتی دارن که میخوان مثلا همین شکلی که شما هستید دوباره مثلا هم شادی هایی که شما داری در کشور من هم همون شادی هاش باشه.
اون بخش دشمن رو رها کنید. ما دشمنانی داریم، هم شما دارید هم ما داریم، اونا هم بیکار ننشستن. همونجور که اگر ما این بخش رو کار نکنیم دشمن بیکار نمیشینه. دشمن شبانه روز داره سعی میکنه که اون فاصله ها رو ایجاد بکنه. فرمودی در افغانستان داره فارسی رو کمرنگ میکنه. اگه شما اصلا خط فارسی و زبان فارسی دنبالش بریم 400 سال پیش عثمانی فارسی صحبت می‌کرد، الان اصلا شاید برید بپرسید میگن کی و کجا. خود هند 150 سال پیش فارسی حرف می‌زده. از زمان محمود غزنوی که خب لشکرکشی‌هایی بوده به هند، فارسی اونجا رفته، فارسی اردو بهش میگفتن. بله انگلیسی اولین کاری که کرد قطع کرد زبان فارسی تا پیشنش رو یادشون بره. و تو افغانستان هم بله بخش طالبان دارن بیشتر پشتو رو زبان پشتو رو تقویت میکنن، حتی سرود ملیشون هم به زبان پشتو هست و فارسی دری رو دارن تلاش میکنن کمرنگ بکنن، اما اینا هیچ وقت موفقیت نمیرسه چون زبان فارسی در دل و جان مردمش هست، در گوشت و این درست است، اما با این فکر که مثلا یک نوع تناقض دیده میشه در صحبت شما با اوزه. مثلا عثمانی ها کوشش کردن زبان فارسی کمرنگ شد و همین گونه از بین رفت، حتی در خاطرات تاریخی هم باقی نموند در هند. اما کی کفالت داده میتواند که به همین وضعیت پیش رود؟ شاید بعد 50 سال در خراسان تاریخی افغانستان امروز هم زبان فارسی و یک خاطرات تاریخی تبدیل می‌شود. ببینید شما خود تاجیکستان شاید 210 سالی باشه از ایران بزرگ مرزاش جدا شده باشه، ولی 200 خورده ای سال یه مدتی انگلیسی صحبت کردید، یه مدت روسی صحبت کردید، ولی من شما دارم چی صحبت می‌کنید؟ فارسی یا تاجیکی دارم هم صحبت می‌کنیم. میخوام بگم میماندیم چون در گوشت و خون ما هست. نه اگر شوروی ادامه میکرد شاید امروز ما و شما تاجیکی هم صحبت کردن نمیتونید. کارو کرده، اون تواناییشو به کار گرفته، زبان رو، زبان علمی شما الان زبان روسیه، ولی ما داریم در گفتمان با هم فارسی حرف میزنیم. درسته رو خط شما بنویسید. خب زبان ببینید زمان باید بهش بدیم، ان شاءالله در اون خط هم اتفاق خواهد افتاد. ببینید فردوسی چون شما اشاره کردید تو صحبتاتون، فردوسی زبانی سراغ زبان فارسی رفت که عرب‌ها در ایران مجبور کرده بودن که 400 سال، ببینید از 21 هجری قمری که عرب‌ها وارد ایران میشن تا سال 400 ایرانی‌ها رو مجبور کرده بودن که نامه‌نگاری‌ها و همه رو به خط عربی بنویسن. خط عربی نوشته میشه. حتی به مردم هم گفته بودن اگه یه عرب رد میشه باید شما اونجا عربی با هم حرف بزنید. فارسی اصلا عجم یعنی گم دیگه، به ما میگفتن عجم، شما حرف میزنید ما نمیفهمیم. ولی یک فردوسی میاد بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم به این فارسی. ما امثال فردوسی رو نیاز داریم، همونجور که در زمان حاضر هم باید این امثال اینها باشن. مصر ببینید شما در گذشته زبان داشته، گفتاری داشته، کتاب داشته به زبان خودش، اما مثل فردوسی رو نداشته. ما اصلا اون زبان و اون خط هیچی نداریم. یک ملت، یک تمدن بوده هیچ ازشون نداریم چون فردوسی نداشته. عاقبت به خیریه ما مال فردوسیه تو زبان فارسی. نسل جدید اینا رو باید بدونه، یعنی باید بفهمه که فردوسی چه کار بزرگی رو انجام داده. نسل جدید همونقدر برای خودش تکلیف کنه که وظیفش هست که این زبان و خط رو نگه داره، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان و هم در ایران. ما نباید رابطمون با گذشته‌مون که مولانا، فردوسی، خیام اینا همه با اون زبانی که صحبت کردن از دست بره. گنجینه‌ای از علم اینا هستن دیگه، درسته؟ ما باید اون ارتباطی رو باشون داشته باشیم. خب گفتید فردوسی نو، شما کسی رو میبینید که جایگاه فردوسی در زمان نو رو صاحب شود از میان فرهنگیان ما؟ خیلی با بزرگان ادبی شما آشنا نیستم. حالا شما یک کانون نویسندگان دارید دارن همون شعرهایی به زبان فارسی میگن. من حتی در باغ نویسندگانتون دیدم که خط فارسی هم حتی شعر نوشته شده. درسته؟ اینها نشون میده که از دل اینها اون سیمرغ متولد خواهد شد. حتما اون سیمرغ به وجود خواهد آمد، بستر که فراهم بشه، چون هنوز احساس نمی‌کنن که خیلی خطر جدیه. اون اتفاق و اون بزرگی که باید از دل اینا بیرون بیاد اون کارو بکنه
شاید هم اومده باشه ما خیلی باش آشنا نیستیم. من چون خیلی نگران این نیستم که ما زبان فارسی رو در تاجیکستان از دست میدیم، همونجوری که در افغانستان نگران نیستم، چون چیزی که ریشه پیدا کرده شما شاخش رو که ببرید یه چیزی شاخه دیگه در میاد، درسته؟ نمیتونید ریشه رو بزنید. درست است. خب ما یعنی حقیقت تاریخی است که زبان ما از اسکندر شروع تا مغول و روس و امروزه طالب زیر استثمار بود، اما از بین نرفت، بلکه تا رفت شهامتی فرهنگی و ادبی علمی وسیع کرد. یعنی این مایه نگرانی ما بوده نمیتوند، ولی چیزی که ما نیاز داریم این باز هم تقویت برادری هست، شناخت برادری هست، آینده مشترک هست، همبستگی هست، همدلی هست. ما در همین حوزه کشورهای فارسی زبان و عموما کشورهایی که بیرون از این سه کشور فارسی زبان هستند و فارسی گویا مثل ازبکستان و دیگر منطقه‌های دنیا وجود دارند، چه چیز ما میتونیم محور اتحاد و همبستگی قرار بدیم؟ خب ما از دریچه دین و این مسئله نزدیک شدن نمیتونیم. سال 1313 تو به تاریخ ایرانی دارم میگم، حالا یعنی چیزی حدود 85 سال پیش ما تو ایران سر مقبره فردوسی تمام فردوسی پژوها و کسانی که فردوسی کار میکنن تو جهان رو جمع کردیم کنار هم، یه عکس هم گرفتیم، عکس همه بزرگان رو کنار هم میبینیم، در یک قاب میبینیم همشون رو، و تو اون همایش اومدن و هر کدوم از فردوسی حرف زدن، هر کدوم از یک کشوری هستن، یکی از فرانسه است، یکی از فلان کشور، همه اومدن. ما باید اینا رو تقویتش کنیم، ما باید این همایش ها رو، ملیت ها رو کار نداریم که حالا جز ازبکستان، ترکمنستان، شخصیت ها رو محور قرار بدیم، پژوهش ها رو حول اون شخص بیاریم و با هم گپ و گفتگو. اتفاقا چون هر کدوم در یک ملیت متفاوت تری هستن، از یک زاویه دید متفاوت تری اون نویسنده و شاعر رو نقد میکنن و اتفاقا باعث رشد هم میشه. روی این زمینه مثلا هم الان از همینجا رو استفاده کنیم، این قطاری که امروز داره از دوشنبه به ازبکستان میره به روابط کمک بیشتری خواهد، چون سهولت رفت آمد ایجاد کنیم و باید اون زمینه هم سیاسیون کار بکنن. یعنی تورهای گردشگری فرهنگی رو ایجاد بکنن در قالب اینکه اونجا حافظ، سعدی، فردوسی، خیام اینا که در ایران هستن، صائب، تور گردشگری مرکز فرهنگی رو ببینن، از ایران بیاد تور گردشگری رو ببینن، یعنی بخشای فرهنگی اون رو باید فعال کنیم که با هم گذشته آشنا بشیم. متاسفانه میگم یک بخشی هست که نسل جدید خیلی تاریخ نمیخونه. اینا رو اگه به نسل جدید بگیم که حالا شما اولا که این رفت آمده آسان بشه، بتونن راحت بیان، وقتی شما خیابانی به نام سعدی دارین بره سر مقبره سعدی باشه و شعر سعدی رو بخونه، ببینید چقدر نزدیک به فرهنگ خودش. شاید خطش یکی نباشه الان، شاید خط کلیدیک و سریلیک بنویسید ولی گفتار همونه، مثلا جمله ها به دلش میشینه چون برگرفته از فرهنگ خودش هست. شما شاید شعر شکسپیر و دیگران هم بخونید، خط هم متفاوته ولی اصلا خیلی نزدیک نباشه به ادبیات ما.